وطندارای عزیز، سلامتی خداوند سرور سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد در هر جایی که هستین. خدا را باز هم شکر در هر حالت. خدا را شکر به خاطر محبت زیاد خدا، به خاطر رحمت‌های بی پایان خداوند. من همیشه از کتاب ارمیای نبی، از کتاب نوحش اقتباس میگیرم. از فصل 3 کلام خدا برای ما میگه. ارمیای نبی از یادداشت‌های بسیار تلخ خود ایجا ذکر میکنه. به یاری روح مقدس خدا میگه وقتی در بدری و مصیبت‌های خود را به یاد میآورم، زندگی به کامم تلخ میشود. همیشه به آنها فکر میکنم و جانم در من پریشان گشته است. اما با تمامی از این تلخی هایی که من در زندگی خود دیده میگه، اما با این هم وقت رنج هایم به یادم می آیند ناامید نمی شوم. از مهربانی های خداوند است که از بین نرفته ایم، زیرا که رحمت های او بی پایان است. مهربانی و رحمت او هر صبح تازه می شود و وفاداری او عظیم است. خداوند همه چیز من است، بنابراین بر او امیدوار هستم. بسیاری وقتا ما انسان ها در زندگی خود وقتی که روبرو با مسائل و مشکلات میشیم، بعضی وقتا شاید ما بگوییم که اگر خدای هست پس چرا من در این قسم مصیبت ها هستم. حقیقت صحبتی است که خدا تمامی از این مصائب بالای ما نمیاره، ما خود ما این مصائب بالای خود میاریم. بعض وقتا این شخصی می باشه، شخصا خود ما با اعمال خود، با کردار خود، با یک قدمی که برمی داریم، با یک تصمیمی که میگیریم و یا اشتباها از ما یک چیزی صورت میگیره، ما در مصیبت ها میفتیم. و اما بعض وقتا دست جمعی است. مثلا در یک کشور ما بالای ملک، بالای زمین، بالای از این که ما از کدام نسل هستم، تو از کدام نسل هستی، ما کدام لسان صحبت میکنم، خودت کدام لسان صحبت میکنی، ما بهتر هستم از تو کده، از دینی چیزا ما مسائل بالا میکنیم و بالاخره مصیبت از سر خود میاریم، جنگ بالای خود میاریم. در این صورت ما حق نداریم هرگز که خدا را ملامت بکنیم و یا بگوییم خدای تو کجا هستی که ما در این حالت هستیم. خداوند میگه ما این کارا را نکردیم، ما خوبی های تو را میخوایم، ما همیشه برای تو آزادی میخوایم، ما همیشه برای تو سلامتی میخوایم، ما محبت خود برای جاری میکنم، ما فیض خود جاری میکنم، ما میخوایم که تو آزاد شوی از تمامی از این مشکلات. حادثه بسیار دلخراش دیگه هم در بروسل بلژیم صورت گرفت. شما در خبرها شنیدین که تقریبا بیش از 30 نفر کشته شده و بسیار زیاد هم زخمی شدن و تمامی از این چیزها در نام مذهب، در نام خدا صورت میگیره. کلام خدا برای ما در مورد خدا بسیار واضح میکنه. خدا قاتل نیست، خدا از قتل نفرت میکنه. خدا خدای محبت است. کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. پس این کسایی که در نام خدای چیزها را انجام میده در حقیقت خدایشان خدای حقیقی نیست. در حقیقت و تمامی حکم خدا از شیاطین و از تاریکی میگیرن. خدا میخواهد که ما را از تاریکی و از شیاطین نجات بده. خدا میخواهد که ما در نور او راه برویم. عیسی مسیح در فصل 12 انجیل مقدس یوحنا میگه من نور دنیا هستم، کسی که از من پیروی کنه در تاریکی گمراه نمیشه، بلکه نور زندگی را میافه. نور زندگی را میافه. کسی که در نور است و زندگی را میافه، او هرگز برای موت کسای دیگه، برای مصیبت کسای دیگه، برای مشکلات کسای دیگه قدم نمیزنه، اقدام نمیکنه، تصمیم نمیگیره، بلکه او کوشش میکنه در جهالتی که بود، در تاریکی که بود، خدا او را نجات داد، در نور خود آورد، خدا او را زندگی داد. آل او باید کوشش کنه که دیگه هم از تاریکی نجات بیافته، در نور بیایه و زندگی جاودان داشته باشه. بله، ایست حقیقت خدا. کلام خدا برای ما میگه از همین خاطر است که ما باید امیدوار باشیم به خداوند.
من همیشه از سوگنامه برای شما ایره میخوانم و اما من تشویق میکنم امروز برای شما که شما ای که در پشت نوحه ارمیای نبی چه گذشته؟ بله، بنی اسرائیل به تاراج برده شده، به اسارت برده شده و دیوارهای اورشلیم افتاده و شهر خدا از بین رفته و حتی خانه خدا را به تاراج بردن بابلی ها به حکم نبوکدنضر. اینجا درد و مشکلات زیاد، بسیاری جوانا به اسارت برده شده، پیرا کشته شده، بسیاری ها از بین رفته. حالت بسیار وخیم است و اما با آن هم ما میبینیم که اگر ما دقیقا ببینیم بنی اسرائیل برخلاف خدا گناه کرد، برخلاف خدا گناه کرد و از احکام خداوند دوری کردن و اگر مطابق حکم خدا راه می رفتن به این مصیبت نمی افتادن و کمزور نمی شدن و بابلی ها آمده واره به اسارت نمی برد و مردم آزاد می بودن. کلام خدا برای ما میگه بهتر است که انسان بر خدا توکل کنه تا ای که بالای دسترخوان شاهزاده ها غذا بخوره، به خاطر که شاهزاده های از این دنیا از بین میره و اما خدا دائمی است، خدا همیشه است. بهتر است که ما در مشکلات زندگی کنیم و اما با خدا قدم بزنیم تا ای که ما به پول و دارایی و دولت‌های از این دنیا تکیه کنیم، چون که تمامی از این چیزا از بین میره. کلام خدا برای ما میگه خدا انسانها را بسیار زیاد دوست داره، زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. وطندارای عزیز، من دعا میکنم و من خواهش میکنم از شما وطندارایم، در افغانستان هستین، در ایران هستین، در تاجیکستان هستین، در هر جایی که هستین، خصوصا افغان ها و ایرانی ها و تاجیک هایی که در بلژیم زندگی میکنین و در اروپا زندگی میکنین، بیاین بر مردم اروپا دعا کنیم که خداوند رحم کنه بالای ازوا. من همیشه ایران میمانم به قلب باز مردم اروپا. مردم اروپا تمامیشان مسیحی نیستن و اما تهداب اعمالی که واداره در مسیحیت هست. پدرایشان مسیحی بودن و اینمی خوبی ها را از مسیحیت یاد گرفتن، با آغوش باز مردم میگیرن و اما اینمی مردم میایه در اوج انفجار میکنه، مردم میکشه، خودم میکشن و چیزهایی که در کشور خود داشتن آل و نمو چیزها را در اینجا هم میاره. لازم است که سرزی غور شود. لازم است که ما دعا کنیم که خداوند یارا از شیاطین و از تاریکی نجات بده، از مذهب و دین پرستی نجات بده، به خدا پرستی بیاره. وقتی که ما به خدا پرستی میاییم، ما محبت از ما جاری میشه، فیض از ما جاری میشه، رحمت از ما جاری میشه، خوبی ها و نیکی ها از ما جاری میشه. بیاین که دعا کنیم. ای خداوند عزیز، ما شکر میگیم تو رب، باز هم توکل میکنیم بر تو ای خداوند. شکر میکنیم ای خداوند که نفس حیات امروز بر ما دادی. خداوند عزیز، بسیاری ها اینمی نفس حیات از دست دادن امروز. بسیاری ها در شهر بروسل کشته شدن، بسیاری ها در دیگر کشورها کشته شدن از خاطر مذهب گرایا، اسلام گرایا. ای خداوند عزیز، تو تسلی بده به بازماندگانشان. ای خداوند، دعا میکنیم ای خداوند که این مردم اصلاح شوه. دعا میکنیم ای خداوند تو غرور از این مردم بشکن ای خداوند عزیز، تا که وا نور تو را ببینند، تا که وا سلامتی تو را ببینند و از اعمال شوم خود، از اعمال زشت خود دست بردار شوند. خدای تو یار نجات بده. ما بر سرای از این کسا مثل سرای طالبا و سرای دولت اسلامی خدایا دعا میکنیم که تو یار رحم کو بالایشن که یا به عیسی مسیح شهزاده سلامتی ایمان بیارن. ما دعا میکنیم برای مسلمان ها که به عیسی مسیح ایمان بیارن،
تا که سلامتی خدا را ببینن. به نام مقدس خداوند و منجی بشر عیسی مسیح، آمین. وطندارای عزیز، امروز موضوع برنامه ما آزادی از ترس و گناه است. آزادی از ترس و گناه. خداوند ما را آزادی میده. قبلا ما در مورد از این که در مسیح ما آزاد هستیم، خداوند ما را آزادی بخشیده صحبت کرده بودیم. امروز ما کوشش میکنیم که در مورد آزادی از ترس و گناه صحبت بکنیم. اگر نتانستیم این را تمام کنیم، در یک برنامه دیگه در آینده حتما در مورد از این صحبت خواهیم کرد. و اما خداوند ما را از ترس و از گناه آزادی بخشیده. دیگه ترس و گناه بر ما هیچ حکمرانی نداره اگر ما در مسیح هستیم. و به همین ترتیب وطندارای ما که امروز شهادت میتن، ما شما خواهش میکنم که به غور گوش کنیم که خداوند واره هم آزادی بخشیده. خداوند واره هم آزادی از ترس و از گناه، از موت بخشیده. ما نوروز تمامی شما وطندارای عزیز ما را شادباش میگم و اما بگذاریم که اینمی نوروز در زندگی ما واقعا روز نوی شود، وقتی که ما خود تسلیم خدا بکنیم، تسلیم عیسی مسیح بکنیم که او زندگی ما را تجدید بکنه، زندگی ما را نو بکنه، مثل که زندگی از این وطندارای ما را که امروز شما میشنوین نو کده. برازیا هر روز نوروز است. همچنین ما روبرو هستیم اینمی هفته با عید قیام مسیح، عید قیام مسیح و جمعه مبارک. جمعه مبارک، روزی که عیسی مسیح مصلوب شد. چرا ما مسیحی ها این جمعه را پس مبارک میخوانیم؟ جمعه خوب میخوانیم. اما قسمی که در انگلیسی میگه Good Friday، جمعه نیک. جمعه نیک چرا میخوانیم؟ در حالی که در او جمعه عیسی مسیح مصلوب شد، او مرد. به خاطر از اینکه عیسی مسیح آمد، او گفت هیچ کسی نمیتونه جان مرا از من بگیره، من خودم جان خود فدا میکنم. او گفت که کسی قدرت نداره که مرا بکشه و اما من خودم جان خود فدا میکنم. من اختیار دارم که جان خود فدا کنم و اختیار دارم که پس خود زنده بکنم. اوست عیسی مسیح. ما به او توکل داریم. از همین خاطر او این قربانی را به خاطر از اینکه ما را از گناه نجات بده داد، از همین خاطر ما او را جمعه نیک میگیم. و اما او مصلوب شد، دفن شد، در روز سیوم از مردگان برخاست. او گفت که من قیامت و زندگی هستم. او قیام کرد، او زندگی ابدی را برای ما بخشید. اینمی است پیام قیام مسیح، پیام عید قیام، پیام جمعه نیک اینمی است. از تمام اول ما میریم روی خط که برادر عزیز ما احمد جان، برادر افغان ما هستند و از ایشان میشنویم که خداوند زندگی ایشان چطور تغییر داد، چطور و به عیسی مسیح ایمان آورد. احمد جان وطندار عزیز ما مانده نباشی. سلامت زنده باشی. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز که در گوشه و کنار دنیا صدای ما را میشنوند. احمد حسین بهادری هستم از افغانستان، ولایت میدان وردک، سیول بهسود. مدت 3 سال است که در سویدن زندگی میکنم، تقریبا 3 سال. خدا را شکر میکنیم برادر عزیزم احمد جان. و ما میخواستم از شما بپرسم که خواهش میکنم که برای وطندارای عزیز ما ایره بگوین که چطور شما روبرو شدین با عیسی مسیح، چطور شما روبرو شدین با کتاب مقدس، چطور شما روبرو شدین با یک کلیسا و یا با یک مسیحی. این چطور شد که چرا شما به عیسی مسیح ایمان آوردین؟ در مسیح چی دیدین که شما به عیسی مسیح ایمان آوردین؟ اینمی رو تعریف بکنین. اولتر از همه سال نو برای تمام هموطنانم تبریک میگم. امیدوار هستم که سال پر از فیض و برکت داشته باشم، یک سال پر از نجات باشه. بله دقیقاً پارسال خیلی حالت روحیم بد بود، خراب بود و استرس زیاد داشتم و دوری از خانواده، دوری از وطن و اگر او دنیای خدا فکر میکردم که کاملا ناامید میشدم
و حتی بعض وقت به خودکشی فکر میکردم. خدا را شکر میکنم که 2 تا از هموطنان ما را سر راه ما قرار داد و با من دوست شدن. پارسال اوایل سال 2015 با من صحبت کردن که چرا حالت خوب نیست، چرا ناراحت هستی. خب من مشکلات من برشان قصه کردم. بعد اینا مرا دعوت کردن به کلیسا. به کلیسا دعوت کردن. اولش من راستش قبول نکردم چون برای ما سخت بود. اون تبلیغی که قبلا برای ما تبلیغ غلط شده بود برای ما سخت بود که قبول کنیم که بریم کلیسا. خب چند بار با من صحبت کردن، گفت بیا کسی تو رو نمیبینه، برای بار امتحان برو بیبی چی است. خب چند بار با من صحبت کردن و رفتم. روز اول که کلیسا رفتم اولین چیزی که احساس کردم همدلی و محبت که با هم دیگه داشتن و بعدش یک آرامش خاص احساس کردم که برای من دعا کردن. برای من خیلی جالب بود که خداوند با شادی پرستش میکردن. هللویا هللویا. واقعا این یگانه چیزی است که بسیاری از وطندارای ما، برادرها و خوارای ما که میاین و شهادت میتن اینو میگن که ما از مسیحیت چیزی دیگر شنیده بودیم و وقتی داخل کلیسا شدم من کاملا چیز مختلف دیدم. برادر عزیزم لطفا روی خط باشین. یک وطندار ما تلفن کرده، تلفنشان میگیریم. وطندار عزیزم روی خط هستین، بفرمایین چیزی گفتنی داشتین؟ الو سلام برادر حسین، خوبی؟ سلامتی؟ خدا را شکر، خدا را شکر. شما چی احوال دارین برادر من؟ نوروزتان شاد باش میگم. سلامت باشی برادر حسین. یه درخواست دعا داشتم، میخواستم برای خواهر ما اینجا دعا کنم، بچه دار نمیشه، براش دعا کنین که با امید خدا به نام عیسی مسیح پسر خوب گیرش بیاد. خیلی سال عروسی کرده چون اولاد گیرش نمیاد، خیلی رنج و عذاب و همه ناراحتی زندگی میکنه، برایشون دعا کن. حتما دعا میکنیم برادر عزیزم. بسیار تشکر از تلفنتان. ما حتما دعا میکنیم براتان. بازم بسیار تشکر. همیشه کلیسا هر جایی رفتین براش دعا کنین. خیلی همینجور برای بچه از دست میکشه، همیشه گریه و ناله و چی میکنه. دعا کن به نام عیسی مسیح خداوند که یک پسر خوب گیرش بیاد که بسیار بله بسیار میبخشین. اسم شما چیست؟ من نور محمد نوری اکبری هست. حالا دیگه نور محمد اکبری. برادر عزیزم، برای خواهر شما، وطندارای عزیز ما، برادرها و خوارای مسیحی افغان، ایرانی و تاجیک و کسایی که زبان فارسی و دری را شما آشنا هستین، شما صدای نور محمد اکبری برادر عزیز ما در مسیر را شنیدین. ایشان تقاضای دعا کردن برای خواهر خود که خداوند برایشان اولاد، تحفه اولاد بده. خواهش میکنم برایشان دعا بکنین در هر جایی که هستین و ما حتما برای شما برادر نور محمد اکبری هم دعا میکنم و خواهش میکنم اگر با چند کلمات اگر تعریف کنین. آیا شما به عیسی مسیح ایمان آوردین؟ بله من همین شبکه محبت زنگ زدم و همین خواهر الهام اینا دعا کردم. و من خودم افغانی هستم، در ایران زندگی میکنم. من ایماندار هستم. خدا را شکر. خدا را شکر، خدا را شکر برادر افغان ما. خدا را شکر برای کانال محبت، برای برادرها و خوارای ایرانی ما که خداوند چطور ازشان استفاده میکنه. هللویا. بسیار تشکر برادر عزیزم، بسیار تشکر و حتما دعا میکنیم. حتما دعا کنین. فیض خدا با شما باشه. خدا تشکر برای خدا حافظتان باشه. خدا را شکر میکنیم. خدا را شکر میکنیم. برادرای عزیز و خوارای عزیز ما، بیاین که برای برادر نور محمد اکبری و دعا کنیم. خواهرشان به خصوص خداوند تحفه بده، تحفه اولاد برشان بده. ای خداوند عزیز، شکر میکنیم تو را برای از برادر عزیز ما، برادر افغان ما که در ایران زندگی میکنه. خدای عزیز ما دعا میکنیم برای خواهرشان که تو شفا بدی، تو لمس کو خواهر عزیز، تو فرزند خود لمس کو. ای خداوند عزیز، تو تحفه اولاد برشان بدی به نام مقدس عیسی مسیح. آمین آمین. خدا را شکر میکنیم. برادر عزیزم، ادامه بتین به صحبت‌های شیرینتان از شهادتتان لطفاً. تصویر ما رو دارین؟ بله.
بله. خب، منم آرزوی خوشبختی و هر آرزویی که این برادر ما زنگ زده بودن برش دعا میکنم، هر آرزویی که داره برآورده کنه خداوند عیسی مسیح. آمین. شما گفتین وقتی بله. کلیسا رفتین در اوج کاملا مختلف دیدین به این که شما چیزی که شنیده بودین قبلا. بله کاملا چیز مختلفی که شنیده بودیم مختلف بود، اما با هم مثل برادر و خواهر بودن، محبت و برای ما دعا کردن و امو استرس و نارامی که در ما بود کم شد. خب امی یک جرقه شد که ما ادامه بتم بیایم یک 2-3 بار کلیسا بیایم. کلیسا 2-3 بار آمدم و دیدم کاملا رو به بهبودی هستم و حالتم خوب میشه. گفتم چی خوب است که بیایم ادامه بتم. آمدم برای من کتاب انجیل دادن، خواندم و خیلی یک آیه جالبش که برای من خیلی دلچسب همین یوحنا 3:16 زیرا خداوند به قدر مردم جهان را محبت داد که یگانه فرزند خود را فرستاد تا هر کی به او ایمان بیارد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان نصیب شود. خب کتاب مقدس خواندم و همیشه میگفتن در دعا اینجا کلیسا که خداوند عیسی مسیح زنده است و همیشه شبان ماست. پس منم با خود دعا کردم، گفتم خداوند اگر تو زنده هستی، اگر تو شبان ماستی، یک بار با من خدا نشان بدی. خب از یک چند مدت گذشت من یک شب خواب دیدم که یک آدم نورانی با لباس سفید در خیام آمد. گفت احمد بلند شد، تو راه راست را انتخاب کردی، راه خوبی انتخاب کردی، خداوند تو را برگزیده. از خواب همونجا دفتن بیدار شدم، پریدم و یک حالت تب و عرق و لرز بریم پیش آمده بود. همین شب صبح شد و رفتم با دوستان اینا صحبت کردم. اونا برای من گفتن که این عیسی مسیح بوده که آمده در خوابت با تو صحبت کردن. بعد من فکر کردم که واقعا عیسی مسیح زنده است و همون شد که من آمادگی برای تعمید غسل بگیرم. بعد پارسال ماه جون تعمید گرفتم و در نام عیسی مسیح تولد دوباره گرفتم. دیگه معجزه‌ای که در زندگی عیسی مسیح کرد، بزرگترین معجزه‌ای بود که ترس و ناامیدی را از من گم کرد. یعنی دیگه ترس آینده خدا ندارم که آینده چی میشه. همیشه فکر میکنم که خداوند با ما است. اما تو که میگه امانوئل، واقعا خدا با ماست. تغییراتی که در من وجود آورده که آدمی که قبل از که ایمان بیارم یک آدم بودم که گناهکار و آدم بودم که بخشش و چیزا انتقام داشتم. بله. و خدا رو شکر میکنم که این انتقام اینا از من دور شده و جایگزینش بخشش و محبت دوستانم شد. هللویا. خدا را شکر میکنیم. خدا را شکر میکنیم. خداوند واقعا وقتی ما را نجات میده احمد جان، او نفرت‌های ما را از ما از بین میبره، نفرت‌های ما را مسلوب میکنه. پولس رسول میگه که ما با عیسی مسیح مسلوب شدیم. دیگه او شخصی که قدیم ما بودم نیستم. ما کسی که آل زندگی میکنم با ایمان به عیسی مسیح، کسی که جان خود فدای مکد، این زندگی ایمان از زندگی نیکویی که خداوند برای ما بخشیده کاملا مختلف از زندگی قدیمی ما هست و خداوند زندگی ما را به همین ترتیب کاملا تغییر میده، به 180 درجه تغییر میده. ما در فصل 2 غلاطیان اگر بخوانیم نوشته است من با مسیح مصلوب شدم،
به طوری که دیگر آن که زندگی می کند من نیستم بلکه مسیح است که در من زندگی می کند و در خصوص این زندگی جسمانی که من اکنون دارم فقط به وسیله ایمان و پسر خدا که به من محبت داشت و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. واقعا شهادت شما به اینمی آیت کاملا ثابت میشه. دقیقاً. بله. و در آخر میخواستم یک پیام داشته باشم برای تمام هموطنان که صدای من میشنوند. بفرمایید برادر عزیزم. طبق متی 28 آیه 18 تا 19 که گفته آنگاه عیسی جلو آمد ایشان را فرمود تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است. هللویا. پس تمام قوم ها را شاگرد من سازید و ایشان را به پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. هللویا. همین آیه میخوام که برای هموطنانم بگم یک بار شده کتاب انجیل اگر دسترسی دارن کتاب انجیل را بخوانن، کتاب مقدس بخوانن. همونطور که زندگی مرا تغییر داد مطمئن هستم چون در کتاب مقدس قدرت است زندگی شما رو کاملا تغییر میده. آمین. و مرا نجات داد و عیسی مسیح به خاطر ما روی صلیب رفت تا گناهان ما بخشیده شود. آمین. اگر که ملکوت خداوند را داشته باشین پس به عیسی مسیح ایمان بیارین. آمین. آمین. خداوند شما را برکت بده برادر عزیزم. بسیار بسیار تشکر از اینکه در این برنامه تشریف آوردین و شهادت خود دادین و دعا میکنیم برایتان که خداوند شما را برکت بده و رشد بسیار زیاد در ایمان مسیحیتان بده برادر عزیزم. آمین. آمین. خدا را شکر. بسیار تشکر برادر. متاسفانه وقتی ما کم است دیگه وطندارا هم داریم که شهادت خود بتن. بازم بسیار تشکر برادر احمد. تشکر از شما که بر ما فرصت دادین. تشکر برادرم. خداوند حافظتان باشه. خدا را شکر میکنیم. خدا را شکر میکنیم. میایم برادر دیگه ای داریم مختار جان کتیما هستن از طریق سکایپ و از ایشان میشنویم شهادتشان میشنویم که چرا ایشان به عیسی مسیح ایمان آورد و چرا و چی سبب شد در عیسی مسیح. مختار جان چی را دیدن که به عیسی مسیح ایمان آورد؟ مختار جان وطندار بسیار عزیز مانده نباشی. بله سلام علیکم. خوب هستی؟ خدا را شکر میکنم. خدا را شکر. نوروزتان شاد باد. از شما هم همچنان. برادر عزیزم شما روی خط هستین. من میخواستم شما خواهش کنم که تعریف کنین که چرا به عیسی مسیح ایمان آوردین. قبل از همه گپا میخوایم با هم یک جا شده یک دعا بکنیم. بله بفرمایید. بله بفرمایید. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود. نان کفاف امروز ما را به ما بده و گناهان ما را ببخش چنان که ما هم نیز قرضداران خود را بخشیدیم و ما را در آزمایش میاور و از شریر رهایی بده. خداوند تو مقدس و متعال هستی. سپاسگزارم که عیسی را فرستادی تا به جای من بر روی صلیب بمیره و این که او باز زنده شد. سپاس که مجازات گناه را که من سزاوارش بودم او دید. من میخواهم راه تو را پیروی کنم و عیسی را نجات دهنده و سرورم بسازم. آمین. 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 خداوند دعایتان قبول بکنه و خداوند ایرا وسیله بسازه که بسیاری وطندارای دیگه ما هم به عیسی مسیح ایمان بیاره. همون قسمی که شما به عیسی مسیح ایمان آوردین. بفرمایید برادر عزیزم. الو. بله باش که در یک مشکل پیش شد. هیچ فرق نداره. هیچ فرق نداره. بفرمایید. ما میخوایم از اول امو قصه واقعه که همراه ما شد اگر وقت باشه از اول. برادر عزیزم 10 دقیقه دارین. در 10 دقیقه خواهش میکنم که داستانتان بگوین چون یک وطندار دیگه ما هم منتظر هستن که شهادت خود بتن. درسته. قصه ما از اینجا آغاز شد وقتی که ما آمدیم به سویدن از طرف اداره مهاجرت برای ما در یک جای یک خانه داده شد. بله. این خانه وقت آمد همسایه‌های ما بودن. چند تن از همسایه‌های ما افغانیا بودن. بله. بعدن ما وقت خانه اینا رفتم دیدم که
یکی از برادرای افغان ما هست کتاب مقدس در دستش بود میخوان. بله. او برو بگو کتاب مقدس در دستش بود او را میخوان و بعدا من روز بعدی هم و بعدا بله. بخشش باشه یک نفر است از دوایبر من زنگ میزنه برو هم رو بگو زنگ نزنه حالا. بله میشنوی؟ بله. و بعدا من که در خانه از اینا رفتم دیدم اون کتاب مقدس میخوان. من از او خواهش کردم گفتم این کتاب چی است؟ او بر من گفت که این کتاب مقدس است، اسمش انجیل است. من از او خواهش کردم گفتم میشه از این کتاب بر ما یک دانه بدی، ما میخوایم بخوانم. بعدا این کتاب از پیش از او گرفتم آمدم در خانه ای را باز کردم شروع به خواندن کردم و هر صفحه از این که میخواندم علاقم بیشتر میشد. دیدم گپای بسیار خوب بود، گپای بسیار بجا بود. ایره خواندم تمامش و بعدا رفتم او را نماییم کرد. برای من گفت که باید انت در کلیسا بریم، غسل تعمید باید بگیری. بازم راه از او معلومات از پیش از او گرفتم و رفتم در کلیسا. دیدم که کشش صحبت میکنه، یک آدم افغان ما همونجا برای ما ترجمه میکرد گپای از او را وقت شنیدم بسیار گپای خوب بود، بسیار گپای بجا بود و ما تصمیم گرفتیم که ما باید بیایم دمی راه و روش درست زندگی کردن. به خاطر ما 20 سالم رو خدا به هدر تیر شده. 20 سالم رو ما حالی گپ فهمیدم و در کلیسا رفتم. بعدا غسل تعمید گرفتم، بالایم دعا خوانده شد و حالا از قلب از دل جان به عیسی مسیح باور دارم و ایمان دارم و به این باور دارم که عیسی مسیح پسر خدا است، اون نجات دهنده ما است. یگانه راه نجات ما عیسی مسیح است. هللویا. آمین آمین آمین. ما برای وطندارای عزیز ما میخوایم برتان بگویم که برادر مختار فقط یک ماه میشه به عیسی مسیح ایمان آورده و چقدر شادمان هستن. ای بسیار بسیار لازم است که سر از این توجه کنیم و خداوند برایشان رشد روحانی بده و دعا میکنیم که خداوند کمکشان بکنه که ازشان استفاده شود که عیسی مسیح ما را به نیکویی هدایت میکنه. عیسی مسیح ما را به حیات جاودان هدایت میکنه. مختار جان، عیسی مسیح برای ما قلب بخشش میده که ما هر کسی را ببخشیم، حتی اگر کسی برای ما فحش بگوید، دو بزنه و یا یک قدرت است که تنها عیسی مسیح میتونه برای ما بده که ما برخلاف تمامی نفرت ها ایستاد شویم و بگوییم که ای نفرت، من دیگه غلام تو نیستم، دیگه من حتی دشمن خود دوست دارم. بله برای ما گفته در کتاب برای ما واضح گفته که به دشمنتان محبت بکنید. آمین. و کسی اگر به طرف رویتان یک سیلی وار میکنه، طرف روی دیگه تان بر از او دور بتین بگوین یک سیلی دیگه برای ما بزن. گفته همراه دشمنتان محبت بکنید و این بسیار یک گپ خوب است. ما واقعا شما باور بکنید این عیسی مسیح تغییرات را که در زندگی ما آورده ما هیچ اصلا تصور کردن نمیتونم، باور کردن نمیتونم. چه قسمی احساسات خود شما بگویم. هللویا 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 برادر عزیزم. و در مختار جان در آخر اگر بر وطندارای ما کدام پیامی دارین از زندگی مسیحیتان لطف کنین تا که برادر عزیز دیگه ما هست امیر جان از ایشان هم بشنویم. بله ما فقط برای تمام هموطنای عزیزم همین پیام دارم. میخوایم خودشان فکر کنن بعدا میفهمن که کدام را درست است و باید بیاین در این را. ما شخصا ازشان دعوت میکنم در این را بیاین و وقت خود زندگی خود بیهوده سپری نکنن و بالاخره باید ما یک هدف در زندگی خود داشته باشیم و ما باید بیاین در این را که ما نجات پیدا کنیم بالاخره. هللویا. واقعا عیسی مسیح میتونه زندگی ما را هدف بده. از همین خاطر یک کشیش بسیار مشهور آمریکایی به نام ریک وارن هست. او حتی یک کتاب نوشته کرده در مورد زندگی مسیحی و نام از این کتاب است زندگی هدفمند. زندگی هدفمند. شما این را بر روی اینترنت میتونین که ببینین، به زبان فارسی و هم ترجمه شده. و زندگی هدفمند، واقعا عیسی مسیح زندگی ما را هدفمند میسازه. واقعا بسیار بسیار تشکر مختار جان از شهادتتان، از محبتتان و با اجازهتان ما برتان دعا میکنم. بفرمایید. ای خداوند عزیز، ما شکر میکنیم بر برادر نو ما در عیسی مسیح.
شکر میکنم بر برادرها و خوارای مسیحی افغان ما که ایشان به کلیسا بردن، در مورد کلام خدا گفتن. خدا شکر میکنیم که تو برادرها و خوارای افغان ما را استفاده میکنی، برادرها و خوارای ایرانی ما را استفاده میکنی به این ترتیب پرقدرت که مردم به سوی عیسی مسیح برمیگردن، از افغانستان، از ایران. خدایا شکر میکنم تو را. خداوند عزیز تو برکت بتی برادر مرا، رشد روحانی بتی و محافظت کو ازش، به نام مقدس عیسی مسیح. آمین 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 آمین. به نام عیسی مسیح فرزند خدا، به نام خدای پدر. آمین آمین. بسیار تشکر مختار جان، خداوند شما را برکت بده. از شما هم بسیار زیاد تشکر. یک جهان این کلان یک خدمت است برای همگی و این یک کلان خدمت است. باور بکنیم من هیچ اصلا نمیفهمم احساسات خود بر شما چه قسم بگویم. من میفهمم. بسیار زیاد تشکر. یک جهان تشکر از شما. خداوند حافظتان باشه. خداحافظ. خداحافظ. آمین. خدا را شکر میکنیم، خدا را شکر میکنیم برای از این برادر ما. شما دیدین که وایبرشان هم از یک طرف دیگه زنگ میزد و بالاخره خب بگوین که زنگ نزنه برای من. خدا را شکر میکنم، اما برای شوقی که داشتی برادر عزیز ما، برای محبتی که درش دیده میشه عالی، برای ازی که او میخواد رشد بکنه در عیسی مسیح. برادر نویمان ماست و اما خدا را شکر میکنیم. کلام خدا برای ما میگه که خدا ما را دوست داره، او میخواد که ما را نجات بده، او میخواد که ما خود تسلیم او بکنیم، او میخواد زندگی ما را دگرگون بکنه، از ما کاملا انسانهای نو بسازه. پس میریم سراغ برادر عزیز ما امیر جان که کت ما هستن از طریق اسکایپ. برادر امیر برادر ایرانی ماست، در مسیح، نه ایرانی، نه افغان و نه تاجیک و نه آمریکایی و چینایی، نه هم روسی و نه هم نیوزیلندی و استرالیایی. ما در مسیح قوم خدا هستیم و این شهادت همیشه شما از طریق کانال محبت، از طریق از این برنامه، از طریق دیگه کانال های مسیحی میشنوین و خدا را شکر میکنیم. امیر جان خسته نباشید. با سلام خدمت شما. خدا را شکر برادر عزیزم، بفرمایین. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون و تمامی هممیهنان و همزبونای گرامی. ضمن تبریک سال نوروز. بله تبریک سال نو و همون نوروز باستانی خودمون. بله هللویا. خدمت شما بزرگواران. بفرمایید برادر عزیزم، وقت از شماست. در 10 دقیقه دیگه، 10-15 دقیقه دیگه خواهش میکنیم تعریف بکنین از این که شما چرا به عیسی مسیح ایمان آوردین، چه علت شد؟ چه علت شد؟ در واقع من از خیلی سال پیش اعتقاد قلبی داشتم به عیسی مسیح، ولی یه معجزه‌ای رو برای من عیسی مسیح پیش آورد که ایمان من اصلا به یه طور مشخص خاص اصلا شاید قابل بیان نباشه مسیر زندگی منو عوض کرد. این معجزه‌ای که برای من پیش اومد و زندگی منو دگرگون کرد. تقریبا چند سالی میشه که من به عیسی مسیح معتقد هستم. حدوداً چند سال پیش بود که مادر من توی قسمت ریه‌هاش مشکل پیش اومد و طی آزمایشات و رفت آمدا بین پیش دکترها و آزمایش و چکاپ بیمارستانی مشخص شد و گفتن که شما مبتلا به سرطان ریه هستید و نگرانی دکترها از این بود که توی 2 تا ریه‌ای که توی بدن وجود داره، توی هر 2 قسمت ریه این سلولای سرطانی وجود داشت. بله. وقتی که به ما گفتن ما خیلی نگران شدیم. زندگیمون اصلا به هم ریخت. آشفته شده بودیم. بعض روحی خوبی نداشتیم. کل زندگی آشفته شده بود. تا اینکه طی هر هفته روزهای یکشنبه که به کلیسا مراجعه می‌کردیم، به کشیش گفتیم، به بقیه دوستان گفتیم، هر هفته برای مادر من دعا می‌کردن. روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه که به صورت جداگونه کلیسا می‌رفتیم، باز در اونجا برای مادر من دعا می‌کردن. خیلی تو این مدت واقعا خیلی سختی‌ها به سر ما اومد. خیلی مشکلات بود، ناراحتی، غم، غصه و هر روز از خدامون می‌خواستیم، از خداوند بزرگمون عیسی مسیح که کمکمون باید بکنی و تو هستی،
دکتر تویی، طبیب تویی، تو هستی که میتونی ما رو نجات بدی و به ما کمک کنی. تا اینکه بالاخره وقت درمان مادرم مشخص شد و تاریخ شیمی درمانیشو براشون مشخص کردن. گفتن که فلان تاریخ باید بیاید و شروع بشه طول درمانتون. بعد از این بود که روز قبل از اینکه مادرم درمانش رو شروع کنه، ما مثل همیشه به کلیسا مراجعه کردیم که برای مادرم دعا کنیم و درمان راحت و آسونی رو از خدا براش خواستار باشیم. این شد که رفتیم توی کلیسا و طبق معمول همیشه دست همو گرفتیم و شروع کردیم دعا کردن. همینطوری که داشتیم دعا میکردیم، یک آن مادر من اشاره‌ای به بالای صلیب کرد، دستشو اینجوری به بالای صلیب اشاره کرد و بیهوش شد، افتاد روی زمین. اونجا حضور مسیح رو همه تونستن حس بکنن. اصلا یه فضای خیلی خاصی بود، طوری که یکی دیگه از بچه‌های کلیسا همزمان با مادر من قش کرد، اونم بیهوش شد، افتاد روی زمین. وقتی که مادرم به حال خودش بازگشت، گفتیم که چی شده چجوری بود، چرا اینجوری شد؟ گفتش که من دیدم یه حالت یه کبوتری نورانی بالای صلیب بود و پر کشید و رفت. این برای ما خیلی جالب بود. تا گذشت تا فردای اون روز شد، رفتیم بیمارستان. مادر من رفت توی بخش که داروی شیمی درمانی رو بهش تزریق کنن. همون لحظه بود که دیدیم دکتر اومد توی اتاق و با یک حالت خیلی عجیب گفتش که ما امروز که داشتیم بررسی میکردیم که چه نوع دارو و میزانی رو برای شما استفاده کنیم، یک بار دیگه که آزمایش‌های شما رو بررسی کردیم و کنترل کردیم، به صورت معجزه‌آسایی کل بیماری از بدن خارج شده. هللویا هللویا. اصلا یه چیزی بود که خود دکتر، پرستار، تمام کادر درمانی که اونجا بودن گریه میکردن، طوری که قابل بیانش شاید نباشه که من بتونم اون لحظه رو برای شما بیان کنم. ولی این یه چیزی بود که مسیح تونست که اون لحظه به بعد قلب منو به یه شکل دیگه لمس بکنه. هللویا. و به یه شکل دیگه وارد زندگی ما شد، برکتشو اوورد به ما. همونطوری که میگن در بزنید تا در به رویتون باز بشه، بخواید تا به شما داده بشه، خواستیم و مسیح عیسی به ما اینو داد و برکتشو توی خونه ما آورد و زندگیمون رو از این رو به اون رو کرد. هللویا. خدا را شکر، خدا را شکر. بله، این بود شهادتی که زندگی منو تغییر داد، زندگی نه تنها من بلکه زندگی خانواده‌ام. و امیدوارم که بتونم با این شهادتی که میدم در نام عیسی مسیح خیلیای دیگه بتونن استفاده کنن، چون نام عیسی مسیح هست که قدرت داره. هللویا. نام عیسی مسیح هست که میتونه شفا بده. آمین آمین. برادر عزیزم، توی شهری که شما هستین کلیسای فارسی زبان هست، بله؟ در این شهری که ما هستیم متاسفانه کلیسای فارسی زبان وجود نداره، ولی از اونجایی که خدا میخواست با لطف دوستان و کمک چند نفر از بچه‌های کلیسا تونستیم کلاس‌های فارسی رو تشکیل بدیم. خدا را و شکر. دوستان ایرانی و فارسی زبانمون، ایرانی و افغان رو به اونجا بیاریم و کلاس‌های فارسی رو به صورت کامل برگزار کنیم. خدا را شکر. و کلیسای اروپایی که شما در اوجه هستین هم در اینجا کمک میکنه شما را؟ بله، خدا را شکر، از لحاظ تعلیمات کامل همه چیز هیچ مشکلی نیست. و بعد از اون جریانی هم که شد که عیسی مسیح اینجوری تونست قلب من لمس بکنه، ایمان من به صورت خاصی بود که اصلا عوض شد. اون موقع بود که من تونستم قلب واقعی خودم رو اونجوری که عیسی مسیح میخواد و برای بقیه دوستان و همیهنان و گرامین باز بکنم. و اون لحظه بود که شروع کردم به بشارت دادن توی فضای مجازی، فضای عمومی و جاهای دیگه.
خدا را شکر. بشارت خودم رو آغاز کردم از اون لحظه. خدا را شکر. خدا من از این خاطر گفتم وقتی که ما نو ایمان هستیم و جدید هستیم خیلی لازمه مطابق کلام خداست که ما باید سرپرستی داشته باشیم، سرپرستی یک کلیسای خوب، یک معلم خوب داشته باشیم. و من دعا میکنم برای شما امیر جان و برای خانواده ایتان و برای کسانی که در امی گروهی که شما اونجا ساختین، اجتماعی که ساختین، برای اونها دعا میکنیم که خداوند همه ایتان را برکت بده. من زندگی منم خداوند لمس کرد. ایرانی ها، یک ایرانی هم خداوند در زندگی من آورد در سالهای 80 بود، سال 84 1984 سالها پیش خداوند زندگی مرا توسط تعلیم ایشان لمس کرد و بالاخره چند سال بعد من به عیسی مسیح ایمان آوردم. خداوند ایرانی های دیگر را در زندگی من آورد که به من تعلیم داد. یکیشان بود مایکل سفاری که آل در چی هستند، در استرالیا هستند. در ابتدای زندگی مرا بسیار تشویق کرد در ایمان مسیحی. من خدا را شکر میکنم. دیگه برادرها و خوارای هندی و آمریکایی و استرالیایی و نیوزیلندی و پاکستانی و خلاصه از هر جای ما در مسیح یک قوم هستیم، یک قوم هستیم. کشیش من اینطور گفت یک بار، کشیش بسیار عزیز دیوید گفت که ما در مسیح همه ما خون شریک هستیم، ما رشته خون داریم. در خون عیسی مسیح خداوند ما را در رشته فرزندی خود گرفته و ما را آزاد ساخته. و چون ما عید قیام هم نزدیک هست، این هفته این یک شنبه عید قیام است و این جمعه مبارک است. یادداشتی است از شهادت هایی که امروز شنیدیم، از شهادت برادر احمد، از شهادت برادر نور که تلفن کرده بودند و از شهادت برادر عزیزم مختار جان و از شهادت شما برادر عزیزم امیر جان که خداوند دروازه رحمتش باز است. عیسی مسیح گفت من دروازه هستم، او گفت من که حیات هستم، او گفت که من راه هستم، دیگر هیچ راهی وجود ندارم. گفت من راه، راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر آمدن نمیتونه. بسیار تشکر از اینکه آمدین و شهادتتان را دادین برادر عزیزم. خداوند شما را برکت بده و همچنین شما عزیزان. تشکر برادر عزیزم. خدا را شکر میکنیم. خدا را شکر میکنیم برای این برادری. در نام عیسی مسیح خداوند زنده ما. تشکر برادر عزیزم. خدا را شکر میکنیم و کلام خدا بسیار واضح میکنه در مورد عیسی مسیح، در مورد از اینکه او میخواد ما را نجات بده و خداوند برای ما آزادی داده. او ما را از گناه آزاد ساخته، او ما را از لعنت گناه آزاد ساخته، او ما را از شیطان رهایی بخشیده. پس ما باید شکرگزار و ممنون خداوند باشیم. هر نفس ما باید خداوندش شکرگزاری بکنه به خاطر از اینکه او ما را بسیار دوست داره. اما قسمی که ما قبلا برای شما وطندارای عزیز ما گفتم که موضوع برنامه ما امروز آزادی از ترس و گناه است. البته متاسفانه برنامه ما در ختم رسیده و اما اینمیجا خلاص نمیشه. داستان محبت خدا اینجا خلاص نمیشه. شاید این برنامه آواز مسیح خلاص شود، شاید کانال محبت از بین بره، شاید کانال های دیگه از بین بره، شاید ما دیگه برنامه نداشته باشم، شاید امروز خداوند مرا بخواهد که به آسمان برم و اما حقیقت عیسی مسیح ابدی است. آزادی از طریق عیسی مسیح ابدی است. آزادی از ترس و گناه را او برای ما میبخشه. این موضوع ماست و اگر خداوند نفس حیات برای ما باز هم بخشید در روی نظمی زمین ادامه میره و اما یک چند آیات از این انمال ما برای شما وطندارای عزیز من میخوانم. کلام خدا برای ما در مورد خواست خدا در آزادی ما چی صحبت میکنه. میگه ای برادران
شما با آزادی خواسته شده اید. متوجه باشین مسیحی ها، کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره، خداوند او را به آزادی میطلبه، خداوند او را به آزادی میخواه. این خواست خداست، خواست خدا در آزادی ماست. ای برادران، شما با آزادی خواسته شده اید، ولی نگذارید که این آزادی به بی‌بندوباری برای برآوردن هوس‌های جسمانی شما تبدیل گردد، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. این نمیجسته. بعضی وطندارای عزیز ما یک کتما تماس میگیرن، میگه که خود دیگه حال دیگه شما آزاد هستین که هر کار را بکنین. متوجه باشین خداوند ما را چطور آزاد ساخته. باز من میخوانم ای برادران شما با آزادی خواسته شده اید، ولی نگذارید که این آزادی به بی‌بندوباری برای برآوردن هوس‌های جسمانی شما تبدیل گردد، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. خداوند ما را از بی‌بندوباری، از گناه، از شهوات جسمانی، از دشمنی، از بغض، از کینه، از انتقام، از عدوت، از تمامی از این تاریکی ها آزاد ساخته. در مسیح خداوند برای ما آل راه نو، روش نو داده. چیست؟ بلکه، کلمه بلکه بسیار مهم است. توجه کنین برادرای عزیز من، خوارای عزیز من، توجه کنین. بلکه، کلمه بلکه اینجا بسیار مهم. بلکه با چی؟ با محبت یکدیگر را خدمت کنید. نه تنها ما یکدیگر را محبت میکنیم، بلکه ما یکدیگر را خدمت میکنیم. ما در غم همدیگر شریک هستیم. ما شاید رسایی نداشته باشیم که کمک کنیم یکدیگر را، و اما شریک هستیم در رنج یکدیگر، در غم یکدیگر ما شریک هستیم. کلام خدا برای ما میگه، رساله به غلاطیان فصل 5 آیت 13، خداوند ما را از بی‌بندوباری، از تاریکی موت و گناه رهایی بخشیده و ما را خواسته در آزادی خود، و در این آزادی خود که ما را خواسته، ما را به نیکویی خواسته و گفته که ما باید یکدیگر را محبت کنیم و خدمت بکنیم. ایست کلام مقدس خدا برای ما، ایست رضای خداوند برای ما. گناهان ما بخشیده شده. کلام خدا میگه گناهان ما کاملا محو شده، از بین رفته. دیگه ما غلام گناه نیستیم، برده گناه نیستیم. کلام خدا این قسم میگه تمام انبیا به او شهادت میدهند. به کی؟ به عیسی مسیح شهادت میدهند. کلام خدا این میگه تمام انبیا به او شهادت میدهند که هر کسی که به عیسی ایمان آورد، هر کسی که به مسیح ایمان آورد، به وسیله نام او گناهانش آمرزیده می شود. اعمال رسولان فصل 10 آیت 43. وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، خداوند اینمی ایمان ما را در عیسی مسیح علت میسازد، در عیسی مسیح هموار میکنه که گناههای ما آمرزیده شود. ما با کوشش های انسانی خود، با جستجوی انسانی خود نمیتونیم گناه های خود از بین ببریم. ما گناهکار هستیم. گناه نمیتونه گناه را از بین ببره. پس چون ما گناهکار هستیم، گناه در ماست، ما پر از گناه هستیم، ما با وجود پرگناه خود گناه خود از بین برده نمیتونیم. نیکویی در ما وجود نداره. کلام خدا میگه، این را واضح میکنه. فصل 3 رساله بر رومیان میگه هیچ کسی نیست که نیکوکار باشه، هیچ انسان نیست. همه گناه کردن و از جلال خدا محروم هستند، به زیر افتادند. و اما تمام انبیا، چیزی که انبیا بود در مورد عیسی مسیح نبوت میکرد، در مورد کسی دیگه نبوت نمیکرد. در مورد عیسی مسیح که او یگانه نجاتگر، تمامی انبیا به او شهادت میدهند که هر کسی که به عیسی مسیح ایمان آورد، به وسیله نام او، به وسیله نام مسیح گناهانشان آمرزیده می شود. اعمال رسولان فصل 10 آیت 43. بعد خداوند ما را از بردگی گناه آزاد کرده. ما از بردگی گناه آزاد شده. ما آزادگان هستیم. دیگر ما زیر بار گناه قرار نداریم و نباید ما در گناه زندگی کنیم. کلام خدایی رو برای ما این قسم میگه، زیرا اگر ما در مرگ مانند مرگ مسیح، زیرا اگر ما در مرگ مانند مرگ مسیح با او یکی شده ایم، به همان طریق در قیامت مثل قیام مسیح نیز با او یکی خواهیم بود. این را میدانیم که آن آدمی که در پیش بودیم، آن انسانی که در پیش بودیم، با مسیح بر روی صلیب چی؟
بر روی صلیب او، بر روی صلیب مسیح کشته شد تا نفس گناهکار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم. زیرا کسی که مرد از گناه آزاد شده است. کسی که مرد از گناه آزاد شده. اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم که همچنین با او خواهم زیست. همچنان با او خواهم زیست. یک کسی که مرده دیگه او گناه کرده نمیتونه، امکان نداره گناه بکنه. و اما اینجا کلام خدا در مورد مسیحیا برای گناه ما را مرده میشماره. ما مرده هستیم برای گناه، اما زنده هستیم برای مسیح. مرده هستیم برای گناه. ما کسانی هستیم که مرده ایم، کاملا مرده ایم برای گناه، و اما زندگی جاودان داریم، زندگی نیکو داریم، آله در مسیح عیسی. دیگه گناه بر ما هیچ قدرت نباید داشته باشه. ما از بردگی گناه آزاد شدیم. خداوند ما را از بردگی گناه آزاد ساخته. زیرا اگر ما در مرگ مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامت مثل قیام او نیز با او یکی خواهیم بود. این را میدانیم که آن آدمی که در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او کشته شد. دیگه ما هم بر روی صلیب امو آدم بدی که بودیم، آدم گناهکاری که بودیم، آدم نفسانی که بودیم، آدم پر از هوس بودیم، آدم که پر از انتقام، پر از نفرت، پر از کینه، پر از عدوت بودیم، پر از بد اخلاقی بودیم، او آدم مصلوب شد بر روی صلیب عیسی مسیح. هللویا! و آن خداوند از ما انسان‌های نو ساخته. نوشته است تا نفس گناهکار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم. زیرا کسی که مرد از گناه آزاد شده است. اگر ما با مسیح مردیم، اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم که همچنین با او خواهیم زیست. چون عیسی مسیح مصلوب شد، مرد، دفن شد و اما در روز سیوم از مردگان برخاست. اینمی پیام قیام مسیح است. عید قیام مسیح را چرا ما تجلیل میکنیم؟ به خاطر از اینکه واقعا در حقیقتش عید قیام یگانه و بهترین عید مسیحیت است. به خاطر از اینکه مقصد مسیحی بود که او مصلوب شود و مقصد مسیحی بود که او جان خدا فدا بکنه تا که ما را نجات بده. وطندارای عزیز، به عیسی مسیح ایمان بیارین. بسیار به سادگی کلام خدا برای ما میگه که او ما را نجات میده. به نام مقدس عیسی مسیح، آمین. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح. دوست